سرخط خبرها. برگزاری نشست نوبتی کمیته سرمایه‌گذاری بین الوزارتی در پایتخت کشور. تاکید معاون اداری ریاست الوزراء در دیدار با رئیس برنامه انکشافی سازمان ملل بر گسترش همکاری‌های انکشافی و حمایت از مهاجرین عودت کننده. و حمله جوابی ایران به 85 نقطه از تأسیسات مهم نظامی آمریکا در منطقه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت شما بخیر بینندگان گرامی. به خبرهای امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی اوروج خوش آمدید. امروز چهارشنبه 17 ماه سرطان سال روان هجری خورشیدی است. اکنون توجه کنید به مشروع خبرها. در نشست نوبتی کمیته سرمایه‌گذاری بین الوزارتی طرح ساخت 2 مارکت تجارتی در ناحیه اول شهر کابل مورد تایید دانسته شد. معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء میگوید که مارکت ظاهرشاهی در ساحه مندوی با سرمایه‌گذاری 161 میلیون افغانی در 8 طبقه و مطابق معیارهای تعیین شده ساخته خواهد شد. همچنین یک مارکت تجارتی دیگر نیز در ناحیه اول شهر کابل در 5 طبقه ساخته خواهد شد که زمینه اشتغال شماری از شهروندان را فراهم خواهد کرد. مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء در دیدار با الکساندر دیکرو رئیس برنامه انکشافی سازمان ملل و ابراهام صالح کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان بر گسترش همکاری‌های انکشافی و حمایت از مهاجرین عودت کننده تاکید کرده است. آقای حنفی با بیان اینکه پس از حاکمیت امارت اسلامی بیش از 8 میلیون مهاجر به کشور بازگشتند، خواستار همکاری بیشتر برای ایجاد فرصت‌های شغلی، تأمین مسکن و اجرای پروژه‌های زیربنایی برای جلوگیری از مهاجرت دوباره آنان شد. و همچنان با اشاره به گزارش آخر سازمان ملل درباره محو کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان، از نهادهای بین المللی خواست برای فراهمسازی معیشت بدیل برای دهقانان همکاری کنند. با ریاست دکتر محمد طاهر احرار قماندانی امور صحی سردرستیز وزارت دفاع نشست مشترک هیئت موظف خدمات تشخیصی و تداوی بیماری‌های سرطانی برگزار شد. وزارت دفاع در اعلامیه گفته که هیئت یاد شده به هدایت مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء تعیین شده است. طبق اعلامیه در نشست یاد شده مسئولان وزارت صحت عامه، قماندانی امور صحی وزارت دفاع، وزارت امور داخله و شفاخانه‌های مربوط به ریاست عمومی استخبارات حضور داشتند. و خبر آخرم، سپاه پاسداران ایران اعلام کرده که در پاسخ به حملات هوایی اخیر آمریکا به شماری از مناطق در ایران عملیات مشترک موشکی و طیاره‌های بی سرنشین را علیه اهداف نظامی آمریکا انجام داده است. بر اساس گزارش خبرگزاری تصنیم، 85 نقطه از تاسیسات مهم نظامی آمریکا در بندر سلمان، نیروی دریایی این کشور در بحرین و پایگاه هوایی السالم در کویت هدف قرار گرفته است. بینندگان گرامی، این بود خبرهای امروز که تقدیمتان شد. از توجه و همراهیتان جان سپاس. خدا نگهدار.